سلام علیکم یارو دوستان محترم هوادارای کانال ما. امروز 11 январи 2023 امروز حالت باد و هوا در بوستان عزیز مانه که در ناحیه مسجد مینوس 11 گرادوس تا بیگانی میگود تا تگی 20 گرادوس میخست از هوا خنکیش. نمیخیل حالت است حاضر در پیشی همون بازار مرکزی گویم بوستان. من همینطور یک دوست جدت کرد که کی بیاید همینجا برای خاطر وزن بودن راه. من امروز از یک کس گفتی کنم که نسیه وای گرفتم. چیزش میگون سیب برای خاطر نه غیجیدن در راه ها. من خیلی حالت ها وزمین واقعا از همین دویومش است که این طرف قوم بسیار شوشیده، اما قوم و نمک گویم برفا کمی آبشته است، لیکن در منطقه یکم چسکه تماما زمینش سفید. این حالت در همین راه های گویم داخلی رایون. صبح برف بینه چقدر سفیده، سفیدی برف میبینید مانند برفای روسیه نیست، لیکن این برف واقعا سفید چرا؟ چون که در اینجا زواد نیست که اما هوا رو افلاس کنند و گویم برف رو سیاه کنند. مانند برفای روسیه نیست که اونجا پرمیشلنی شهرها بودن شما هر خیلی زواد و فابریکه ها هست، برف ها سیاه میشه. اینجا برفای دیار عزیز ما گویم سفید. منم برفی چی میگوییم؟ برفی خوکک برف، خیلی برف کلوله کردن نمیشه. نه دوستانی عزیز ما، یکی که تنگم پیدا میشه. من 023 کسی شناسه اگر تنگم کسی اور 260 سامان 250 سامان هر خیل اردی میخوردنی برای آدم ها بویه